سلام دوستان عزیز، امید که جور و صحتمند و سر حال باشید. امروز میخواهم برنامه آموزشی را با شما با آموزش بگیرم که مفید و کاربردی است. بیاوریم روی آموزش. خب دوستان عزیز، برنامه آموزشی ما امروز قسمی است که یک اپلیکیشن یا برنامه موبایل چی کنیم؟ هاید کنیم. برنامه مسیج هم زیاد میآید به هر حال. خب بیایم بریم سر اصل موضوع. به خاطر هاید کردن برنامه ها، مثلا گالری خودم میخوایم هاید کنم و همچنان فیسبوک خودم میخوایم چی کنم؟ هاید کنم. مسنجر یا هر آن چیزی که خواسته باشی. به خاطر این کار در قسمت بالای گوشی سرچ نوشته است و در این قسمت 3 نقطه است. روی 3 نقطه کلیک میکنیم، میایم در اینجا چی نوشته است؟ هوم اسکرین سیتینگز. روی اینجا چی میکنیم؟ کلیک میکنیم. میایم در قسمت پایینی، اینجا هاید اپس. در هاید اپس که کلیک کردیم، اینجا چی میکنیم؟ برنامه خود هاید میکنیم. مثلا من فیسبوک خود تیک میکنم هاید شوه، گالری، ایمو، اینستا، مسنجر، مای فایلز. خب هر آن چیزی که خواسته باشی هاید میشه اینجا. حتی میتونی تمامی برنامه های خود چی کنی؟ هاید کنی. هاید اپس. خب از این برنامه خارج میشیم، میایم ببینیم که در اینجا برنامه هایی که ما هاید کردیم آیا قابل مشاهده است یا خیر. نیست. فیسبوک ما نیست، مسنجر ما هم نیست. خب اگر بخوایم زمانی که ما یک برنامه به کار ما میشه، برنامه‌ای که ما هاید کردیم، چی گونه ای را ازش استفاده کنیم؟ به خاطر پیدا کردن این برنامه در قسمت سرچ اینجا چی میکنیم؟ سرچ میکنیم. مثلا فیسبوک. اینجا فیسبوک که زدی روش کلیک و باز میشود. من فیسبوک خود بر شما باز نمیکنم. طریقه آموزش بر شما چی کردم؟ یاد دادم. و اگر بخوایم که برنامه خود دوباره قابل نمایش بسازیم، چی کار باید بکنیم؟ باز هم دوباره میریم در قسمت بالای گوشی روی سرچ. در این 3 نقطه کلیک میکنیم. هوم اسکرین سیتینگز. روش کلیک میکنیم. خب میایم روی هاید اپس. ما مثلا میخوایم اینستا ما قابل دید باشه و همچنان فیسبوک ما. روی کلمه دن از برنامه خارج میشیم، ببینیم که اینجا قابل مشاهده است یا خیر. دوستان عزیز، اینستاگرام قابل دید است و فیسبوک ما. خب دوستان عزیز، برنامه آموزشی ما همینجا به پایان میرسه. اگر ویدیو خوشتان آمد، کانال یوتیوب ما را سابسکرایب و لایک نمایید و همچنان علامه زنگوله را فشار دهید تا از ویدیوهای بعدی که ما نشر میکنیم شما مطلع باشید.